دستگیری از قشر نیازمند جامعه به خصوص یتیمان و بی‌پرستاران از جمله فضیلت‌های نیک انسانی به حساب رفته. در جامعه صاحب استقلال ما این اقدام انسان دوستانه در زمینه دستور و سفارش‌های بی‌واسطه پرزیدنت مملکت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان عملی می‌گردد. چون این تشبث خیرخواهانه از جانب رهبری اگنتی سهولت اجتماعی و نفقه ولایت ختلان نسبت تربیت گیرندگان مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم و بی‌پرستار ناحیه وخش سامان داده شد. کمک مذکور از مواد غذایی از جمله ارد، روغن، کارتوشکا و پیاز، شکر، تخم و دیگر انواع استعمالی عبارت بوده. از تشبث رهبری اگنتی سهولت اجتماعی و نفقه اهل مکتب اظهار سپاس و منتداری نمودند. من اظهار منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی میرسانم که دویم دست یاری خود رو با کمک خود رو به یتیمان و به پرستاران میرساند. امروز در پرتو سیاست پیشگرفته سرور دولت اگنتی سهولت اجتماعی ولایت دویم از حال و احوال یتیمان مؤسسه اینترنت ناحیه وخش دویمو خبر میگیرن. امروز اولین شده کمکی خود رو رساندن. من اظهار منتداری خود رو از نام کلکتیو این مؤسسه و خوانندگان میرسانم. رهبری اگنتی سهولت اجتماعی و نفقه ولایت من بعد نیز آمودند که از طبقه احتیاجمند جامعه دستگیری نموده به این وسیله در تامین شدن عدالت اجتماعی و دستگیری یافتن نیازمندان سهمگذار باشند. غمخواری در حق یتیمان و معیوبان، عائله‌های کم بضاعتمند و شخصان نیازمند این سیاست رهبر دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. از این لحاظ ریاست اگنتی سهولت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان در یکجایگی با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان امروز سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را پیگیری نموده در یکجایگی با کارمندان از حال و احوال آنها خبردار شده موادهای غذایی خویش را از قبیل ارد، روغن، پیاز، کارتوشکا و دیگر موادهای ضروری را با آنها رساندیم. لازم به یادآوری است که چنین کمک‌های انسان دوستانه در عرفه هر عید و جشن و سنه‌های تاریخی نسبت نیازمندان عملی کرده می شود.